سلام دوستان، چطورید؟ یه چیز باحال در مورد برنامه پولسار یا همون موزیک پلیر بهتون بگم حال کنید. مخصوص کسایی که شبا با موزیک میخوابن. ما وارد برنامه پولسار میشیم، مثلا یه آهنگی انتخاب میزنیم که بخونیم. یا اینجا 3 تا نقطه رو میزنیم، زمانبندی خواب رو میزنیم. اینجا میزنیم که آهنگ تا چقدر بخونه. مثلا من میزنم 3 دقیقه، نه خیلی میزنم 1 دقیقه. اینجا نوشتیم موسیقی آخر را تا انتها پخش کن، یعنی این 1 دقیقه تموم بشه، این آهنگ تموم بشه، قطع بشه. حالا امتحان میکنیم. الان بعد 1 دقیقه این آهنگ خود به خود قطع میشه و شما میتونی وقتی که میخواد بخوابی، مثلا یه آهنگ میخوای موقع خواب گوش بدی ولی میترسی که خوابت ببره، گوشیت رو همون آهنگ بمونه و تا صبح بخونه، هم شارژش هم تموم شه. یعنی با این گزینه میتونی مثلا تنظیم کنی که تا نیم ساعت که خوابت میبره، تا نیم ساعت بزنی آهنگ بخونه، بعدش خودش قطع میشه. حالا اینجا ببین. اینجا خودش قطع کرد. حالا شما امتحان کنید، نظرتم تو کامنت زنم بنویس. دنبال کردن و لایک و سیو و اینجام که دیگه خودت میدونی. دمت گرم عشقی.